الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الآية. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. سپاس بی پایان پروردگار عالمیان، ذاتی یکتا و مهربان را، پروردگاری که من شما را آفرید و همچنان من شما را به طرف اسلام هدایت گردانید. بار دیگر خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داشته باشم. بحث امروزی من شما رعایت کردن حقوق همسایه می باشد. یقینا که موضوع امروزی بسیار یک موضوع مهم هست، موضوع با ارزش هست. رعایت حقوق همسایه. بدون شک در هر جایی که زندگی میکنیم رعایت و دانستن حقوق همسایه لازم و ضروری می باشد. دوستانی که این موضوع را از طریق این پاسخ نور میشنوند، همه من شما متوجه باشیم و اهمیت این موضوع را درک بکنیم که موضوع من شما رعایت حقوق همسایه هست. بعد از این که این موضوع را میشنویم تلاش بکنیم که به این موضوع عمل داشته باشیم. موضوعی که بدون شک در اسلام جایگاه خاصی دارد. این موضوع که همانا حقوق همسایه می باشد. یکی از مواردی که اسلام به آن توجه داشته و پیروان خود را به آن تأکید کرده، همانا آن موارد رعایت حقوق همسایه می باشد. چون دین اسلام دین ادب، احترام، شفقت و مهربانی می باشد. بدون شک در جایی که من شما زندگی میکنیم تلاش بکنیم که حقوق همسایه را مراعات بکنیم. تلاش بکنیم که به همسایه احترام داشته باشیم، قدر همسایه را بدانیم. تلاش بکنیم که خیر و منفعت من شما به همسایگان خود برسد و از آزار و اذیت به همسایگان پرهیز بکنیم. حقوق همسایه بر بالای همسایه چیست؟ اگر همسایه به قرض ضرورت داشت باید به آن قرض بدهیم. اگر به کمک نیاز داشت باید به همسایه کمک داشته باشیم. اگر به همسایه مشکل و مصائب میرسد خود را به غم همسایه شریک بسازیم. این زمانی که یک همسایه به یک مصائب مشکل مواجه می شود خود را هم شریک آن مصائب و غم و اندوه بگردانیم. زمانی که یک همسایه مریض میشه پس بر بالای من شما لازم هست که به خبرگیری و احوال پرسی مریض برویم، عیادت مریض را داشته باشیم. و همچنان زمانی که یک همسایه یک روز دو روز غائب می شود او را نمی بینیم پس احوال پرسی آن را داشته باشیم. یکی از عادتهای نیکی اصحاب کرام این بود که
اگر از صحابه کرام کسی از آنها همسایه خود را یک روز دو روز یا تا 3 روز نمی دیدن، می رفتن به خانهش، او را پرسان می کردن، از فامیلش احوال او را می گرفتن که ما این همسایه خود را نمی بینیم که این همسایه کجا هست. بدون شک هر همسایه بر همسایه حقوقی می داشته باشد. تلاش بکنیم که متوجه حقوق همسایه های خود باشیم. الله سبحانه و تعالی در آیت مبارکه، آیت شماره 36 سوره نساء، الله متعال در این آیت مبارکه 10 نوع حقوق را بیان کرده. پس بشنویم که این 10 نوع حقوق کدام نوع حقوق می باشد. 10 نوع حقوقی که در این آیت مبارکه بیان شده، اول این که وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، الله را شما پرستش بکنید و با الله متعال شریک مقرر نکنید. این اولین حق الله سبحانه و تعالی بر بندگانش هست. اولین حق الله متعال بر بندگانش همانا معرفت و شناخت الله متعال هست. عبادت و بندگی الله سبحانه و تعالی می باشد. هر انسان باید پروردگار خود را بشناسد و به الله معرفت داشته باشیم و توحید و عبادتی الله سبحانه و تعالی داشته باشیم. و بالوالدین احسانا، و دوم حقی که در این آیت مبارکه بیان شده، این که با پدر و مادر شما احسان بکنید، با پدر و مادر شما خوبی بکنید، حقوق پدر و مادر را شما متوجه باشید. بر بالای هر فرزند اولاد فرض است که رضایت پدر خود را، رضایت پدر و مادر خود را به دست بیاورد. پدر و مادر والدین خود را از خود راضی و خوشنود بگرداند. والدین پدر و مادر از فرزندانش چی وقت راضی می شود؟ زمانی که اولاد از پدر و مادر اطاعت بکند، زمانی که اولاد در خدمت پدر و مادر قرار داشته باشد، زمانی که این پدر و مادر، زمانی که فرزندان در خدمت پدر و مادر قرار داشته باشند، بدون شک پدر و مادر در این صورت از فرزندانش راضی و خوشنود می شود. و دوم حقی که در این آیت مبارکه بیان شده، این که و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر احسان بکن، خوبی بکن. هر یکی من شما تلاش بکنیم که قدر پدر و مادر خود را داشته باشیم، با پدر و مادر احسان بکنیم. بدون شک رضایت پدر و مادر رضایت الله سبحانه و تعالی هست و ناراض ساختن پدر و مادر بدون شک ناراض ساختن الله سبحانه و تعالی می باشد. اگر یک کسی والدین خود را از خود ناراض بگرداند، در این صورت الله متعال از این انسان ناراض می شود. سوم و بذیل قربا، احسان بکنید شما، خوبی بکنید شما به ذی قربا، به خویشاوندان و اقربا. سوم حقی که در این آیت مبارکه بیان شده، ای که شما با نزدیکان خویشاوندانتان احسان بکنید، خوبی بکنید. هر انسان تلاش بکند با اقربا، خویشاوندان و نزدیکانش روابط خوبی را انسان باید که برقرار بکند، چون که دین مبین اسلام بسیار یک دین زیبا هست. دینی که در این دین مبین اسلام همانا شفقت و مهربانی و دلسوزی وجود دارد. سوم حقی که در این آیت مبارکه بیان شده هست، این که و بذیل قربا، و با خویشاوندان و نزدیکان، کسایی که جمله خویشاوندان هست، نزدیکان هست، با آنها هم باید که روابط خوبی را داشته باشیم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که 3 اعمال است که سبب آبادی شهر، دیار و ازدیاد در عمر می شود. به این 3 اعمال متوجه باشیم.
سه اعمالی که بسیار مهم، بسیار با ارزش هست، سه اعمال صالحه، سه نوع اعمالی که سبب آبادی شهر می شود و همچنان سبب ازدیاد در عمر انسان می شود. آن سه اعمال چیست؟ اول پیوند صله رحمی، پیوند صله رحمی، و دوم هم داشتن ارتباط نیک با همسایه، سوم داشتن اخلاق عالی. این سه عمل انسان باعث آبادی شهر و ازدیاد در عمر انسان می شود، چون الله فرمان می دهد که شما با خویشاوندان و اقربانتان احسان بکنید، خوبی بکنید، روابط خوبی را شما برقرار داشته باشید. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که سه نوع اعمالی است که سبب ازدیاد در عمر انسان می شود. یک کسی که بخواهد که در عمرش الله خیر و برکت بیندازد، یک کسی بخواهد که عمرش دراز شود، باید این سه اعمال را متوجه شود. اول پیوند صله رحمی. بر هیچ انسان درست نیست که پس ای با برادر، خواهر، خاله، عمه، با خویشاوندانش قطع رابطه بکند. یک کسی که با اقارب و خویشاوندانش قطع رابطه می کند، یقینا که خیر و برکت از عمر این انسان برداشته می شود. دوم داشتن روابط خوب با همسایه. انسان کوشش بکند که با همسایگانش روابط خوبی را برقرار بکند، تلاش بکند که خیر و منفعت انسان به همسایگانش برسد. سوم اعمالی که سبب ازدیاد در عمر انسان می شود این که داشتن اخلاق عالی و پسندیده. هر انسان باید متوجه باشد اخلاق خود را اخلاق عالی و اخلاق اسلامی بگرداند. همیشه به الله دعا بکنیم که الله متعال اخلاق من شما را اخلاق زیبا، اخلاق عالی و اخلاق محمدی بگرداند. الله فرمود که بذیل قربا، شما احسان بکنید با خویشاوندان و اقربایتان. چهارم نوع حقوق در این آیت مبارکه بیان شده این که والیتاما، با یتیمان شما احسان بکنید. یتیم کسی را گفته میشه که پدر خود را از دست داده باشد، سرپرست خود را از دست داده باشد. پدری که نان آور این فرزندانش هست، پدر خود را از دست داده باشد. اینجا هم یک تماسی که داریم، دوستی ما استخار به نام سید احمد که اینها سوال داشتنی که برادر ما سید احمد استخار، اینها گفتن که سوال داشتن که هر وقت پدرشان با مادرشان جنگ میکند و با مادرشان پدرشان خطاب میکند که تو دوزخی هستید. بدون شک اخلاق بسیار مهم هست. آداب اخلاق در اسلام جایگاه خاصی دارد. زمانی که در میان شوهر و همسر جنگ و نزاع پیدا می شود، دو طرف اخلاق اسلامی در نظر نمی گیرند. بدون شک برای هیچ انسان لازم نیست که کسی را به نام دوزخی صدا بکند. حتی لعنت به یک کافر به طور مشخص جواز ندارد. چرا؟ شاید که کافر مسلمان شود. یک کسی که مرتکب گناه میشه او را در گناه میبینیم، در شراب و قمار و در معصیت و نافرمانی میبینیم، برای از او نمیتونیم که چنین خطاب بکنیم که تو دوزخی هستید. چرا؟ خاتمه هر انسان پیش الله متعال هست. حتی حدیث است رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید یک کسی که بیگاه گناه میکند، در گناه او را کسی میبیند ولی شب سپری میشود، پس صبح او را به او دید قبلی نظر نکند. چرا؟ بیگاه مرتکب گناه شد، شاید که شب توبه کرده باشه، شب به الله رجوع کرده باشه. از این خاطر برای هیچ انسان درست نیست که به کسی دیگری خطاب بکند که تو دوزخی هستید. یعنی این الفاظ نادرست است، ناجایز است.
پس برادر ما که اشاره کردن، من به این پدر توصیه میکنم که از گفتن چنین الفاظ غیر شرعی ناپسند در حق همسرشان اجتناب بکند. بازم تکرار میکنم که یعنی در اسلام جواز ندارد که به کسی خطاب بکنیم که تو دوزخی هستید، در حق از او فیصله بکنیم. چنین فیصله من شما نمیتونیم، حق من شما نیست کسی را به نام دوزخی یاد بکنیم. اما حقی که بر بالای من شما دارد، یک کسی که در گناه مبتلا هست، ما در حق از او قاضی نشویم، ما او را به نام دوزخی یاد نکنیم، بلکه او را ما توصیه بکنیم، نصیحت بکنیم، او را ما دعوت بکنیم، او را ما تلاش بکنیم که با وسیله توصیه و نصیحت از گناه باز داریم. موضوع من شما رعایت حقوق همسایه بود. الله فرمود که والیتاما، با یتیمان شما احسان بکنید. یتیم کسی که پدر خود را از دست داده است. اینجا هم تماس داریم. خواهر ما شکریه از نیمروز. سلام علیکم و رحمت الله. خواهر شما خوب هستین؟ فضل خدا بخیر و سلامت. آخر این دختره خوشی زده یک جایی عالمی جاده 24 ساعت غصه میخوره ثابت المانی این آدم های مثلا خیلی مثلا این آدم ها خوبه نیست. این 24 ساعت به تشکیش هسته میگی خیلی خواستگار داشته کاش که نمیداده به این جوان نمیداده. حالا این شکره که مثلا به خود آدم میگی اگر این مثلا خود آدم مثلا در حد خدا میده، یعنی مثلا این شکره که مثلا میشه یعنی من می‌کردی و می‌کردی می‌کردی که دعوت کنی خواهشا مسئوله می‌کرد من که بیشتر به اینا به اینا مردم کشیه هیچ فرصت نمونه، هیچ فرصت دوام ندارم. آره این سوره من که می‌کردم به خود که خیلی خواستگار داشته بفرمه سوال دیگم دارم من این درباره خود منه این می‌کرد که بیشتر معرفی کردم 24 ساعت با من دروغ میگه دارم میگه من میزنم میکشم انتقام داشته که من بسم بکش بونکی کو انتقه زندگی من جمعی نشیات که من کنم با هم بندازنم امنیت سمیواره دارم دیگه بعدی انجاتی شو خواه خود بدر نکرده خواری بعدی دیگه خیلی 24 ساعت من میزنه میکشم نکت مینازت شونه خیلی جوره ارتباط نامشی داره دیگه نم سامانست یا نه میشه مثلا نمیشه دروغ بانو میگه میشه مثلا راست بونه میگه آدم چی هم هست میشه آدم چی هم میکار که مثلا میشه خوب کلا مردم خیلی خوب معلوم میشه فکر منی خوب آدمی هم ولی چی نمیگه وقتی خرابه ایشتره ایشتر که این مثلا آدم خوبی یا خرابی یا ایشتر مثلا یک دفعه قسم هم خورده گفته که می کار نکردم گفته قسم بخور قسم خوردم آره دیگه نم صاحب این قسم ازی همون احساس خوردن به روسته احساس کار کرده باشه قسم اون چیزه نه بخیر باشین خواهر گرامی. سوالتان نگرفتم، انشاءالله متوجه پاسخ سوالتان باشین. بخیر و سلامت باشین. خواهر ما شکریه از نیمروز، اینها دو سوال اشاره کردن. سوال اولی که یک دختری را که به کسی به نکاح دادن، دختر یک نوع ناراض هست و دهمیش در تشویش هست که با اون نکاح نمی کردم، به همین شکل در یک غصه و قرار دارد. اولی که بر هر پدر و مادر لازم است که دختر خود را زمانی که به نکاح کسی در می آورد تلاش بکنه این پدر و مادر رضایت و خوشنودی دختر خود را در نظر داشته باشد. اینجا متوجه باشیم هر پدر کوشش میکنه زمانی که بچه خود را زن میدهد، یعنی دختر را به نکاح فرزندش در می آورد، اینجا از فرزندش پرسان میکنه بچه راضی هستید یا خیر؟ دختر فلانی را به نکاح تو در می آوریم،
و تو راضی هستید یا خیر؟ اگر راضی باشید من خویشی را میکنم و اگر راضی نیستید از این خویشی من دست بر میدارم. اما از دختر در بعضی جا پرسان نمیکنن، این را آر و ننگ میدانند، در حالی که الله سبحانه و تعالی بر زنان حق داده. حتی یک از شرایط نکاح رضایت دختر هست و دختر اگر راضی نباشد به نکاح دادن این دختر به جبر و اکراه همانا ظلم و ستم می باشد. اول پدر و مادران متوجه باشند که دختران خود را بدون رضایت و جبر و فشار به نکاح کسی ندهد. پرسان بکنن، تحقیق بکنن که آیا این دختر با او کسی که نکاح میکند راضی هست یا خیر. و بعدا اگر این دختر بنا بر رضایتش یا بدون رضایت با کسی نکاح کرد، این در نکاح کسی در آورد، کوشش بکند که اینجا صبر و استقامت داشته باشد، خیر است. وقت زمانی که در قسمت ازو بوده این دختر با کسی که اصلا را نمیخواسته یا به جبر یا به اکراه ایره به نکاح دادن و بعدا تلاش بکند که این خواهر ما صبر داشته باشد، یک گزاره خوب یا ارتباط خوب با شوهر خود داشته باشد و کوشش بکند که تشویش و پریشانی را از خود دور بکند. و همچنان خواهر ما که شکریه سوال دیگرشان این بود که یک نوع شکایتی از شوهرشان داشتن. الله سبحانه و تعالی برای همه من شما توصیه میکند و عاشروهن بالمعروف، شما با همسرانتان رفتار نیک داشته باشید، شما با همسرانتان اخلاق نیک داشته باشید. چرا ما متوجه قرآن نمیشیم؟ چرا ما متوجه فرمان الله سبحانه و تعالی نمیشیم؟ چرا ما به مقتضای اسلام عمل نمیکنیم؟ چرا ما به فرمان قرآن عمل نمیکنیم؟ چرا یک شوهر نسبت به همسرش یا در برابر همسرش بد اخلاق باشد؟ چرا یک شوهر بر بالای همسرش ظلم بکند؟ یا اینکه چرا یک زن از شوهرش نافرمانی بکند؟ زمانی که در میان یک زن و مرد نکاح صورت میگیرد، بر هر یکی لازم و ضرور هست که متوجه حقوق یکدیگر باشند. مردان نسبت به زنان اخلاق داشته باشند، با زنان رفتار نیک داشته باشند و همچنان زنان هم متوجه باشند که با شوهرانشان رفتار نیک داشته باشد، اخلاق عالی داشته باشند، از شوهرانشان اطاعت بکنند و بدون اجازه شوهرانشان از خانه بیرون نشوند. خواهر ما که شکایت شوهرشان داشتن، الله برای همه من شما توفیق عمل نصیب بکنه. الله همه من شما را هدایت بکند که متوجه حقوق یکدیگر باشیم. مردان متوجه باشند که زنان در نزد آنها امانت الهی هستند و بر همسرانشان هیچگاه نباید که اینها ظلم بکند. کوشش بکند که با همسرانشان شفقت و مهربان باشند، حقوق همسر را در نظر داشته باشند، طوری که الله متعال من شما را توصیه می کند، فرمان می دهد که و عاشروهن بالمعروف، شما با همسرانتان رفتار عالی و نیکو داشته باشید. و همچنان خواهر ما اشاره کردند که شوهرشان ارتباط نامشروعی دارد. یک انسانی که دارای اهل و فامیل هست، یک انسانی که پس او نکاح کرده همسر دارد، چرا ارتباط نامشروع با کسی داشته باشد؟ همان مردی که همسر دارد و بعدا هم با کسی ارتباط نامشروعی را برقرار می سازد، بدون شک این مرد بر همسر خود خیانت کرده، بدون شک این مرد همانا در حق همسر خود ظلم کرده. پس انسانهایی که همسر دارند باز هم از خدا نمی ترسند، باز هم خوف الهی در قلب اینها نیستند، ولی باز می روند در پشت می روند، اینها هم ارتباط نامشروعی می گیرند و اینجا هم مرتکب گناه می شوند. الله تعالی توفیق هدایت را برای همه من شما الله نصیب بفرماید.
حقوقی که در این آیت مبارکه بیان هست ای که والیتاما، با یتیمان شما احسان بکنید، والمساکین، و با مساکین و فقرا شما همکاری بکنید. مساکین فردی که فقیر است، محتاج است، کسی که مصارف یومی خود را ندارد، فردی که ناتوان هست، فردی که سرمایه و مال ندارد، با اینها همکاری شود. ولی با تأسف من شما در جایی که زندگی میکنیم میبینیم بعضی کسا پولهای بسیاری را مصرف میکنن، حتی در خیر و شر پولهای مصرف میشود، ولی ما متوجه مسکین نمیشویم، متوجه فقیر نمیشویم. یک کسی در عروسی تلاش میکنه که پولهای گزافی را مصرف بکند، حتی در مرگ و مرده‌داری از سیوم گرفته تا به 40 سالگیری مصارفی هم دارند. اما اگر توصیه شود که برادر عزیزم به جای ازی که در 3 و 40 در سالگیری تو 1 لک روپیه را مصرف میکنید، 50,000 را مصرف میکنید، اما بیا 30,000 20,000 را ایرا بگیر به 10 تا مسکین و فقیر تقسیم بکن، 10 تا مسکین و فقیر را همکاری بکن. این کار را نمی کند. چرا؟ اگر با یک مسکین و فقیر همکاری بکند ایرا کسی نمی بیند. اینجا هم وقفه داریم، انشاءالله بعد از وقفه در خدمت عزیزان قرار خواهیم گرفت. بحث من شما رعایت حقوق همسایه بود. الله سبحانه و تعالی در این آیت مبارکه در سوره نساء آیت 36 10 نوع حقوق را الله بیان میکند که ما تا حقوق شماره 5 را اشاره کردم. حقوق شماره 6 که در این آیت مبارکه بیان هست این که والجار ذی القربا، شما احسان بکنید، خوبی بکنید با همسایگان، همسایگانی که نزدیک هست، والجار الجنوب، همسایگانی که دور هستند. در اینجا الله سبحانه و تعالی بندگان خود را توصیه میکند، نصیحت میکند که شما با همسایگانتان احسان بکنید، شما با همسایگانتان روابط حسنه داشته باشید. الله میفرماید که والجار ذی القربا، شما احسان بکنید، خوبی بکنید شما با همسایگانی که نزدیک هست و همسایگانی که دور هستند. اینجا مراد از جار قربا و جار جنوب چیست؟ از مفسرین کرام چندین اقوال بیان شده هست. یک قولمی که مراد از جار قربا و جار جنوب همسایه نزدیک و دور هست، یک معنا. دومی که مراد از جار القربا همسایه است که دارای قرابت هست، همسایه که جمله خویشاوندان هست. و الجار الجنوب همسایه که در میان تو و همسایه رشته قرابت نباشد، در میان اینها رشته قرابت نمی باشد، بلکه همسایه هست اما از جمله خویشاوندانش نمی باشد. سومی که مراد از جار قربا همسایه که مسلمان هست و مراد از جار الجنوب همسایه است که غیر مسلمان نیست، کافر است، یهود است یا نصارا است. اینجا متوجه باشیم که 3 نوع همسایه را الله متعال برای من شما بیان میکند. یک نوع همسایه که هم مسلمان هست، هم از جمله خویشاوندان هست و هم همسایه هست. همسایه که مسلمان است و جمله خویشاوندان است همسایه هست. این چنین همسایه 3 حق دارد. و دوم نوع همسایه که 2 حق دارد. همسایه که یعنی کسی که همسایه هست و مسلمان هست، این 2 حق دارد. سوم نوع همسایه که مسلمان نیست، از جمله اقربا نیست ولی کافر است، همسایه هست. اینجا متوجه باشیم دین اسلام عجیب دینی است. دین اسلام چی زیبا دینی است. ای کاش که من شما با مقتضای اسلام عمل بکنیم. ای کاش که من شما زندگی را از اسلام بگیریم. ای کاش که من شما با دستورات دین مبین اسلام عمل بکنیم. اسلام چیز من شما را چی زیبا توصیه می کند. قرآن که به دست من شما هست توصیه می کند که یک کسی که همسایه دارد همسایش کافر است اما حربی و جنگی نباشد،
آن کافر با مسلمان در جنگ قرار نگیرد، همسایه که حربی و جنگی نباشد، اگرچه که کافر است، یهود است، نصارا است، اسلام توصیه میکنه که تو حقوق چنین همسایه را هم متوجه باش. اگر به کمک ضرورت داشت کمکش بکنیم، اگر مریض شد با عیادتش برویم، و اگر به هر نوع مشکلی که میرسد، سختی هایی که میرسد، تلاش بکنیم که با او همکاری من و شما هم داشته باشیم. در اینجا الله سبحانه و تعالی هم فرمود که والجار القربا، شما احسان بکنید، خوبی بکنید با همسایه که نزدیک است، والجار الجنوب، و همسایه که دور هست. هفتم حقی که و صاحب بالجنب، و همسایه پهلو، همنشین پهلو. اینجا متوجه باشیم مراد از صاحب الجنب چی است؟ صاحب بالجنب، همنشین پهلو. مراد از همنشین پهلو این که یا همنشین موتر هست، همنشین سفر هست، همنشین دفتر هست، همنشین در سفر، در هر جایی که باشد، همنشین در مدرسه و مکتب است، با کسایی که با او قرار داریم. الله توصیه میکنه با اینها خوبی بکن. چنین همنشین و همسایه ها بر بالای من و شما حق دارد. اگر جای سفر میکنیم، اونجا کسایی که با من تو همراه هست، در موتر، در سفر، در اداره، در هر جایی که هست، هر یکی اینها نسبت بر یکدیگرشان حقوق می داشته باشد. بحث من و شما رعایت حقوق همسایه بود. الله سبحانه و تعالی من و شما را به حقوق همسایه توصیه می کند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که جبرئیل امین آمد به نزدم در رابطه با حقوق همسایه، چنان توصیه کردن، چنان تاکید کردن، اما من فکر کردم که همسایه از همسایه میراث میبرد. اینجا متوجه باشیم حتی پیغمبر سلام چی میگه؟ میگه من طور گمان کردم که یک همسایه از همسایه میراث نبرد. این چی ما فکر کردم؟ امر الله متعال به شمار است، اوامر الهی به شمار هست، اما جمله مواردی که الله به آن تأکید کرده و جبرائیل امین می آید به نزد رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، پیغمبر سلام تأکید توصیه می کند، آن موارد همانا حقوق همسایه می باشد. کوشش بکنیم که متوجه حقوق همسایه باشیم. نباید همسایه به همسایه ضرر برساند. همسایه که به همسایه ضرر می رساند، آن همسایه مؤمن واقعی، مسلمان واقعی نمی باشد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که لا یؤمنو لا یؤمنو. این جمله حدیث 3 بار تکرار می شود. این جمله حدیث را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 3 مرتبه تکرار می کند. یک صحابه عرض کردن، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم کی است که مؤمن نیست؟ و کسی که مؤمن نیست او کدام انسان هست؟ چه قسم انسان است؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که من لا یأمن جاره بوائقه. من لا یأمن، کسی که در امن نباشه همسایه شر از او، کسی که همسایه‌اش از شر از او، از ضرر از او در امن نباشد، پس این انسان مؤمن واقعی شدن نمیتواند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه آمد به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، داستان یک زن را بیان کرد. فرمود که در این محله یک زنی است که تصلی، انها تصلی و تصوم و تصدق. اینجا زنی است که روزه میگیرد، نماز میخواند، روزه میگیرد، صدقه میکند، اما به همسایه‌اش ضرر میرساند. به این داستان زیبا متوجه باشیم. ما متوجه این داستان زیبا باشیم. این داستانی که از حدیث بیان شده، در حدیث ذکر شده هست. حضرت ابو هریره رضی الله عنه برای پیغمبر سلام چی میگه؟ اینجا یک زنی است که نماز میخونه، روزه میگیره، صدقه میکند، اما به همسایه‌اش ضرر میرساند. انها تؤذی جیرانها بلسانها، به وسیله زبانش به همسایه ضرر میرساند.
یعنی این زن بد زبان است، این زن بد اخلاق است، به همسایش از آزار و اذیت میرساند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که لا خیر فیها، لا خیر فیها، هی من اهل النار. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که در این زن هیچ خیری وجود ندارد، بلکه این زن جهنمی است. ببین پیغمبر سلام چی میگه؟ زنی که نماز میخوانه، روزه میگیره، صدقه میکند، اما بد زبان و بد اخلاق است، به همسایش آزار و اذیت میرساند، در چنین زن خیری نیست و این زن جهنمی است. این چنین اگر هر فرد مسلمان، از حدیث دانسته میشه، هر فرد مسلمان، هر انسان، چی مرد است و چی زن و چی جوان است چی سفید است، زمانی که همسایه از خود ناراض میگردانه، به همسایه اذیت میرسانه، علیه او همسایه توطیه و اتهام را بسته میکند، اگرچه که نماز بخواند، اگرچه که روزه بگیرد، اگرچه که صدقه بکند، این انسان جهنمی است. این فرموده رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از همسایه بد پناه خواسته است. اللهم اینی اعوذ بک من جار السوء. این همسایه بد چقدر بد هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همسایه بد به الله پناه خواسته است. یک کسی آمد در پیش رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم گفت من خانه میگیرم، یک خانه میگیرم، چی کار بکنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که اطلب الجار قبل الدار یا الجار ثم الدار. فرمود که اول همسایه را متوجه باش و بعدا خانه را انتخاب بکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای صحابه نگفت که چه قسم خانه را انتخاب بکنه و در چه قسم جای خانه را بگیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این صحابه را توصیه میکند که اول متوجه همسایه باش، در جایی که خانه میگیرید اون اول چک بکن، ببین که همسایگانش چگونه هست، اما کوشش بکن که در جایی که خانه میگیرید همسایه تو همسایه خوبی باشن، همسایه با مسلمان و با دیانت باشن. اینجا هم تماس داریم، حکیم برادر ما از پروان. بله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر سلامت باشین. خواه همسایه هستیم میگه به همین سر ما و سر زمین بسیار ظلم میکنه، همین کالا سرش میشه و چیز میشه، دستای درد میکنه از سر خود ما. اینجا ما را گفت که بیا در خانه ما. خواه اینجا سن بار گفت که در تو چیز میتونم چوکیداری میتونم. خواه یک سال سر ما کار کرد، ما 7,000 دیگر ما را گفت شو اینجا که ما چیز میکنم از 12 بجه تا 4 بجه را ما پیره میکنم سر دروازه که نامده ها گو خور او سعک و مردگه و دوام میکن. خواه بسیار ظلم میکن سر ما، نانم نمیدان، نان مجیب خود میخود. امی برادر ما عزیز، همسایه تان کسی که شما بر از او کار میکردین گفته بود که ماهانه براتان پول پرداخت میکنه، پول نمیداد، ظلم میکرد سرتان؟ یعنی به 1 سال داد دیگه نداد. خواه سر زنی ما کالام میشه، سر من که یک دقیقه نکنیم دو میزن. خواه اینی میکار. بخیر سلامت باشین. من سوالتان نگرفتم انشالله. بخیر باشین. برادر ما حکیم از پروان، اینها گفتن که همسایه دارن و با همسایهشان کار میکنن، البته ماهانه که با آنها قرارداد که داشتن کار میکردن، ولی همسایهشان بر اینها ظلم میکنن. اولی که یک کسی کارگر میگیرن، با کارگر باید ظلم نشود، با کارگر مزدورکار با شفقت و مهربانی رفتار شود.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که شما مزد اجیر را بدهید پیش از اینکه عرق آن خشک شود. یک کسی مزدورکار میگیرد، کارگر میگیرد و بعدا پول او را نمیدهد. بدون شک ندادن پول بر مزدورکار یک نوع ظلم هست. حتی پیغمبر سلام چی میگه؟ وقتی که یک مزدورکار کار میکند، یک کارگر کار میکند، پیش از اینکه طرف دیگر عرق از او خشک شود، اجوره از او باید برای از او پرداخته شود. برادر ما که از همسایه‌شان شکایت کردن که کار میکنن، هم خودشان کار میکنن هم فامیلشان کار میکنن. البته کار هیچ مشکل نیست. انسان کاری که میکنه بدون شک طلب روزی حلال هم یک نوع عبادت است. حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید بهترین روزی حلال همان روزی است که انسان با وسیله دستش او را یعنی از عمل دستش به دست بیاورد. پس برادر ما که کار میکنن تلاش بکنن که کسایی که همسایه‌شان هست که برشان کار میکنه و اجره اینها را بدهد، نباید بر اینها ظلم بکند. اما اگر کسی مزدورکار میگیرد و اجره مزدورکار نمیدهد، بدون شک این ظلم و ستم می باشد. موضوع من و شما رعایت حقوق همسایه بود. جبرائیل امین فرمود که پیغمبر سلام فرمود که جبرائیل امین بر من در رابطه با حقوق همسایه چنان توصیه کرد که من گمان کردم که همسایه از همسایه میراث نبرد. و همچنان حدیث را هم اشاره کردم که اگر یک کسی نماز میخواند، روزه میگیرد، حتی اگر حج هم برود، صدقه هم بکند، ولی نسبت به همسایه‌اش اگر بد اخلاق باشد، بد زبان باشد، با همسایه‌اش رفتار خوب نکند، علیه همسایه اتهام بسته بکند، دروغ بگوید و همچنان از توطیه دست بر ندارد، این انسان جهنمی است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که او زنی که نماز میخواند، روزه میگیرد، به همسایه اذیت میرسانه، فرمود بر این زن خیر نیست، بلکه این زن جهنمی است. این زن همانا از جمله زنان جهنمی می باشد. کوشش بکنیم که حقوق همسایه را مراعات بکنیم و همسایه را از خود راضی و خوشنود بگردانیم. دین اسلام دین ادب است، دین اخلاق است، دین شفقت و مهربانی است. تلاش بکنیم که در حیاتمان با همسایگان، با خویشاوندانمان روابط خوبی را برقرار داشته باشیم. بعضی کسا هستند که در حیات همسایه متوجه همسایه نمی شود. وقت زمانی که همسایه فوت میکنه باز کمر خدمت رو بسته میکنه. نه خیر، کوشش بکنیم که یک انسانی که در قید حیات قرار دارد، یک انسانی که زنده هست، ما در وقت زنده بودن ما متوجه خدمتی از او شویم. ما متوجه باشیم که اگر به کمک ضرورت است ما کمک بکنیم. حتی در بعض اکثر جاها بعضی فرزندان هستند که پدرشان ضعیف شده، مادرشان ضعیف شده، کهنسال شدن، هر دوشان رو به ریسفیدی و پیچ سفیدی رسیدن، متوجه پدر و مادر نمی شود. برای آنها غذای خوب آماده نمی کنند، آنها را درست پرورش نمی دهند. وقت زمانی که پدر فوت کرد، این مادر فوت کرد، باز دیکه ها بار می شود. می بینیم دیکه ها چند تا دیک قطار می شود. اینجا حالا برنج آمده میکنن، گوشت آمده میکنن، قابلی اینها را آمده میکنن، سر قبر هم صدا میشه که نان آمده هست و بعدا 3 و 4 سالگیر هم آمده میکنن، برای مردم نان میدهد. چرا همان نان و غذا را ما در حیات پدر و مادر برای آنها ندهیم؟ اما نانی که بعد از فوت پدر و مادر برای مردم داده می شود چی فایده می رساند؟ زمانی که انسان در حیات پدر و مادر متوجه حقوق پدر و مادر نشود و همچنان همسایه تا زمانی که زنده هست ما هم متوجه حقوق همسایه باشیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که لیس المؤمن الذی یشبع و جاره جائع.
نیست مؤمن واقعی، مسلمان واقعی کسی که خودش سیر هست و همسایش در همسایه پهلوش گرسنه هست. یک کسی که خودش سیر هست، سرمایه دار هست، اقتصادش خوب است و غذای خوب را استفاده میکنن، شبها سیر میخوابن ولی همسایهش گرسنه هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی میگه؟ این انسان مؤمن کامل نیست، مؤمن واقعی نیست. اگر من شما به این احادیث عمل بکنیم، در هر جایی که هستیم، اینجا هم تماس داریم، برادر ما خیبر از کابل. سلام علیکم و رحمت الله. خواه بفرمایید. خواه کار میکنیم از 2 سال پیشتر در خانه یک آدم کار میکنیم و آدم همین نوی همه گرفت فامیلی بسان مگه فامیلی برام فری جور کنیم. ما برای گفتیم نمی خود گناه داره فامیلی معامله که رخمی کنیم. ایره گفتین چی جور کنه گفتی؟ بابا میگه سرش چیمون ده فامیلی ما برای سر خانه هستیم فری بکو بدم و اگه خمسته هم از جان داره نمیتونم. من گفتم باید همین 2 سال میکنیم کامله کار کنیم و 2 سال میگه را کنیم میگم ناله آرام نمیگیره که ما میخواییم در این سایته که 2 سال ما یک مقداره که در خانه خود مزرع میگیم من میره اگر که با خودم سر رو از خود شخصی پرداخت کنیم هم تو داگمه که نکنیم بالای ما میمون همین حالا که ما کاریگر بریم در خانه کار نکنیم تا همین کل چیز مربوط به خود رو ولی یادم بخاطر که بده که مثلا از جافتر و از سیستمی که بود سر ما میره اما نه فری که ویست لیدر نگرد. حالا ما دل ما آرام نیست اگه از خود پرداخت کنیم مثلا از شخصی که مثلا فرد رو نکنیم بگرد نه بگردنم مالده کنم همین خواستم از خودش خودم یک معلومات بگیرم. بخیر سلامت باشین. بخیر باشین، سلامت باشین. برادر ما خیبر از کابل، اینها هم یک سوال را اشاره کردن که در جایی که کار میکردن و صاحب خانه هم همان نل آب را کشیدن، خواستن که یک میتر نشانه و او را ترو بگردانه تا اینی که مصرف سر از او لازم نشوه. اولی که برادر عزیز شما کار میکنین دیگه شما اجوره خود را میگیرین، اما او کسی که پس آب را میگیرد و نل آب را تو رجوع میکند گناه بر از او میشود. اینجا گناه متوجه از او میشود. اینجا متوجه باشیم که خوردن مال حرام به هر قسمی که باشه حرام است. خوردن مال یک مسلمان که راضی نباشد یا ای که به طریقه فریب باشه یا به طریقه غصب و جبر و زور باشه، به هر قسمی که باشه حرام است، به هر شکل که باشه حرام است. بعضیا فکر میکنه که من از برق دزدی بکنم غنی میشم، از آب دزدی بکنم غنی میشم، یا اگر بگویم که من پول یک کسی که بر بالش هست ندهم غنی میشم، یا ای که در جایی که هست اگر طور مثال در مسجدی که هست اون زندگی میکنه یا از معاش امام و مؤذن و ندهت فکر میکنه که غنی میشه. نه خیر، بلکه فقیر و نادار میشود. چرا؟ پولی که بر من و شما تعیین میشود پس او قطعی میشود، او لازم او رو بپردازیم. پس برادر ما که نل آب را فری یا ترو جور میکنن، هر قسمی که باشن که همو صاحب چاه راضی نباشن و اینها آب را به طریقه نامشروع میگیرن، برای آنها گناه میباشد. اما برای شما چون که شما مزد خود را میگیرین و گناه به صاحب خانه میباشد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم چی میفرماید؟ که نیست مؤمن واقعی کسی که خودش سیر هست همسایش گرسنه هست. در دیگه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و میفرماید که زمانی که کسی شوربا را آمده میسازد آب آن را زیاد بکنید و به همسایگانت بدهید. اگر ما چنین تعاون و همکاری داشته باشیم، اگر ما چنین کمک و همدلی داشته باشیم، اگر ما این چنین با دیگر روابط خوبی داشته باشیم، بدون شک فقر از جامعه من شما کاهش پیدا می کند. به این نوع فقری که هست، فقر و ناداری به این قسم نمی ماند. یعنی کسایی هستند که پولها در جای مصرف میکنن که اونجا اجر و ثواب نیست. حتی بعضی ها ما شما دیدیم، شاهد بودیم که در
نظام گذشته کسایی بودن که حتی با لکه ها پول را بر بالای یک خواننده پاش میدادن، برای ازو پول در زمین همون انداخته میشد فقط به خاطر از اینکه اینها متوجه ساز سرود باشن. یعنی این پول عیف و میل میشد، به جای مصرف میشد. اما خوب است که من و شما روابط خوبی داشته باشیم، به جای از اینکه پول به جای مصرف شود تلاش بکنیم که ما دست همسایه را بگیریم، دست فقیر را بگیریم، دست انسان های محتاج را بگیریم و روابط خوبی داشته باشیم. اما این را متوجه باشیم که از دنیا می رویم. همه ما و شما از دنیا می رویم، از دنیا سفر میکنیم. مرگ به هر یکی من شما می رسد، هر یکی من شما می مریم، هر یکی من شما از دنیا می رویم. ولی از دنیا طور سفر بکنیم که همسایگان خود را از خود راضی کرده باشیم، خویشاوندان خود را از خود راضی کرده باشیم، خانواده خود را، فامیل خود را از خود راضی کرده باشیم. یک انسانی که همسایگان خود را در حیاتش از خود راضی میگرداند، بدون شک بعد از موت انسان در حقش آنها دعا میکنند، همسایگان دعای خیر میکند. کوشش بکنیم که ما یک سنت حسنه را بگذاریم، تلاش بکنیم که ما متوجه حقوق همسایه باشیم. ما در حق همسایه به مثل گرگ درنده نباشیم، بلکه ما بر بالای همسایه مشفق و مهربان باشیم. اینجا هم تماسی داریم. مهدیه خواهر ما از کابل. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهر بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله میشنوم. خواه مادر من میگه که برو منو میخوایم، برو خانه خبر برو، میگه تو بجه خوار مادر مستی. مادر من میگه که تو از خود دیگه نفعی تکلیف داری، تو همه دیگه که تو رفیقی میکنی، دیگه خانه کسی میکنی، جا مادر با نزیده میکنم. اما مادر من میزنه دیگه ما نمیکنیم کار بینیم. مادر من نمیمانه، من میگه که ما حق ندارید کمک دارید، نه چی گفتیم که ما فرق ندارید. باز ما که ما نمیمانه جگه میمانه که ما جنگی هستیم، ما که در نمیدن توب دست ما نمیدن جنگی در نداریم چی حکم داریم. بس جب نمیدنم. مادر من نمیدن میکنه فهمید نام که روان جواب فهمید پاور سیدی کام اصارب نزید میدنه رو فقط وقتی میدنه بیه ایچ کس نبرو نهیدورن نزید افغانی کن دیگه اینکه این خانه خواندن چیز کن دیگه مادر میگه که من از خورم خانه پدر میرم اجازه که میدنم میگه برم میگه از طرف میره برم میکار ندارم دیگه فقام میرسی بسی هست که میره میکار ندارم این بار قرار ندارم. بال مادر که میره با فرد با کس نکنم میکنم فلاخ کلیسی که از ما جازه نگید میگه ما جازه گرفتیم که تو را نکسی شهید میرسی یا برو یا نرو دیگه کسی زیاد از کسی داره بینم که مادر ما گرم میزنم ما مادر ما گرم میزنم دیگه ما گرم نمیزنم. بخیر باشین خواهر گرامی، سوالتان گرفتم، متوجه سوالتان باشین. بخیر باشین. خواهر ما مهدیه از کابل یک شکایتی داشتن از پدرشان که گفتن که پدرشان با مادرشان، یعنی پدرشان با همسرشان که مادر مهدیه هست را رفتار خوبی ندارد و با این پدر با همسرش سر صدا می کند و به همسرش می گوید که بیرو به خانه پدرت، از من جدا هستید یا به مثل مادر هستید. من قبلا اشاره کردم که بر مردا لازم است متوجه حقوق همسر باشند، با همسرا اخلاق نیک داشته باشند، لطف خوش داشته باشند. این را متوجه باشیم که اگر یک مرد به همسرش میگوید که تو برو جای پدر و مادرت، هدفش اگر طلاق است، طلاق با این می شود، طلاق با این می شود. اگر دو سه مرحله این الفاظ تکرار شود، سه مرحله است، در سه مرحله که برو جای پدرت مادرت هدفش طلاق باشه،
اگر در 3 مرحله گفته شود زن طلاق میشه، طلاق مغلظه میشه، این زن از این مرد جدا میشود. چرا اینقدر مردها بد اخلاق باشد؟ چرا اینقدر مردها، بعضی مردها اینقدر در حق زنها ظلم میکنن؟ اما این را متوجه باشیم در بعضی جاها که مردها نسبت به زنها با خشم و غضب می شود، شاید که این زنها هم البته مشکل دارند، شاید امکان داره که از شوهرانشان اطاعت نکنن. وقتی برنامه من شما هم به اتمام رسیده هست و موضوعی که بیان شد رعایت حقوق همسایه، و الله متعال برای همه من شما توفیق بدهد که و حقوق همسایه در نظر بگیریم، تلاش بکنیم که با همسایه خود لطفی خوبی و خوشی داشته باشیم. سبحانك نشهد و لا اله الا الله و نشهد ان محمدا عبده و رسول برحمتك یا ارحم الراحمین.